کنفرانسی علمی نظریه‌ای که بخشیده به 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند دایر گردید با جلب دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی شهر خوجند برگزار شده. در کار آن استادان و مورخان و محققان دانشگاه‌های عالی، کتابخانه ولایتی و کارمندان مجمع مذکور شرکت ورزیدند. ضمن برآمد ناطقان از دستاوردهای دوران صاحب استقلال یاد رس گردیده ذکر کردند که محض توسط استقلال دولتی عزم و تلاش و جانثاری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز صلح و ثبات، وحدت و یگانگی و رشد و نمو کشور تأمین گردیده به نسل نورز و جوانان برای در فضای آرام و آزاد به کمالات رسیدن، برخورداری از تمام امکانات و شرایط مساعد تعلیم و تربیه، دانش اندوزی، آگاه بودن از تکنیک و تکنولوژی معاصر، آموزش زبانهای خارجی و امثال آن دسترسی به میان آورده شده است. قید گردید که جواباً به چنین غمخوری‌های سرور دولت، جوانان دوران استقلال، آینده سازان دولت و ملت را ضرور است که به باوری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سزاوار گردیده آینده درخشان تاجیکستان صاحب استقلال را تأمین و برای به دولت مترقی جهان تبدیل دادن کشورمان سهم ارزنده خود را گذارند.